بچه اومدیم با یه پارت دیگه از ریمچ ریگو. بچه من واقعا همشون رو تست کردم، همینی که خودم داشتم همشون بهتره. فعلا من پول جمع کنیم همه فرق داریم. کلی کردیم سری 5 تا. بچه اگه صدایی بیاد واقعا من عذر میخوام، اونجا طولانی نشه. من اصلا باری که از ریمچ ریگو گذاشتم حقیقتا بچه 4 دقیقه لانگ شورت که واقعا یه ریمچ ریگو کسی نمیاد بذاره. حالا ریمچ ریگو فکر نکنم اصلا کسی بذاره. من چون FC نمیتونم موبایل، حالا شاید خودشو نه خودم 24 شو دارم نه 25 ولی 26 بیاد نمیخوام 26. چه یه موقعیت و یارمون نتونست. و بچه واقعا مرسی این دیگه که من یه روز گذاشتم این همه واقعا خود واقعا خوشم استقالت رو دوست داشتم. یه دریبل یه پاس و یه گل دیوار یارم. میریم کدوم وری میریم کدوم وری بریم این وری خودمون بچه. و همچنان ما تو پردست داریم یه نفر دنبال یه نفرن که تو پردست آها نگاه کنه بچه خورد برگشت ماشالله با صفر با تو هیچ که خون بده دروازه اصلا بلد نیست ولی با تو صفر ماشالله اصلا گوره نیست. من هنوزم تمرین کنم نگه بودم آخرم گفت یکی به من یه پاس بده. اصلا نیاز به پاس نیست. اینم یه ضربه یه تماشایی پاس بده یه دونه اینجوری فردا گرفتم. بله گرفته ما بچه فعلا دور جلو افتاده. اگه دوست دارید باز هم از این اگه نمیخواد که دیگه نمیخواد از این سری دیگه ویدیو بذارید. اگه میخواید حتما بنویسید، حتما میذارم. یه پاس نمیگیرم بگید جوشه پاس بده اینجا پاس بده عقب پاس کن نداریم یارو هم خیلی ضعیف نه با قوی ترین حالت کنه ولی فقط حریفان که قویه. اینم یه ضربه گوشم رفت زیره وای خیلی خیلی یه پاس مشتی. خب بچه ها بچه واقعا بابت صداها ببخشید. من هنوز پیشم موبینم بچه ها و راستی شما هنوز نمیدونید. البته میدونین دیگه. آره میدونین شما. بله معلومه که میدونین. اگه چنل درسا دیدین که زودتر میدونین. و موبین اگه صحبتی با بچه ها بکن. سلام بچه ها. آره خودتون میدونین کیه دیگه. تا ویدیوهای دیگه خدا حافظ.